روانشناسی رابطه ما مفهومی داریم به نام مرزهای بین فردی. مرز سالم یعنی اینکه ما بتونیم صمیمیت رو تجربه کنیم بدون اینکه هویت یا استقلال شخصیمون رو از دست بدیم. نبود مرز باعث شکلگیری دو الگوی ناسالم میشه. اولی در هم تنیدگی، جایی که احساسات و تصمیم‌های دو نفره با هم قاطی میشه و فردیت از بین میره. و دیگری فاصله هیجانیه، جایی که برای حفظ خودمون کاملا عقب نشینی میکنیم. مرز سالم یعنی اینکه من بتونم نه بگم بدون حس گناه، یعنی اینکه من بتونم احساساتم رو بیان کنم بدون ترس از طرد شدن، بتونم حضور طرف مقابلم رو بپذیرم بدون اینکه مسئول هیجان‌ها و تصمیم‌های اون باشم. عزیزان، داشتن مرز بی احترامی نیست، نشونه خودآگاهی و احترام متقابله. رابطه‌ای که توش مرز مشخص وجود داره در واقع رابطه‌ایه که هر دو نفر توش آزادانه اما آگاهانه انتخاب میکنن که با هم بمونن. عشق واقعی نابود کننده من نیست، بلکه رشد دهنده